امروز اومدم با معرفی یک گجت بسیار کاربردی برای اون دوستانی که آیفون دارن و نیاز دارن به یک همچین وسیله‌ای که تصویر موبایل آیفونشون رو بندازن رو خود LCD یا گیرنده تیویشون. این گجت کاربردی با سوکت لایتنینگ کار میکنه و با خروجی کابل HDMI که داره به قسمت پشت تلویزیون وصل میشه و تصویر 4K گوشیتون رو میندازه رو صفحه مانیتور. حالا میریم سراغ جایگذاری این محصول ارزشمند که فکر کنم خیلی طرفدار و هوادار داره. این محصول هوشمند این قسمتش که کابل لایتنینگ به بغل آیفون میخوره، خروجی کارم یه دونه قسمت HDMI داره که به پشت تیوی وصل میشه و یک کابل کوتاه داره که این قسمت رو میتونید به پشت تیوی که قسمت USB داره وصل کنید که برای تامین برق و یا اینکه یه آداپتور 2 آمپر برای این تامین برق این داشته باشید. مرسی از شما که این ویدیو رو تا انتها دیدید. دمتون گرم.